زمین بیچاره میدانم فلک بیچاره تر از او. شروع از 21 اکتبر سال روان در سرتاسر کشورمون دور سیوم ازمون جمهوریوی فروغ صبحی دانای کتاب است آغاز شد. برای داوطلبان منطقه رشت دور سیوم ازمون در شهر وحدت برگزار گردید. در دوام 4 روز انیخترش از 21 تا 24 اکتبر اشتراکچیان از شهر و ناحیه‌های وحدت، فیض‌آباد، روغون، نورآباد، رشت، تاجیک‌آباد و لخش در کاخ فرهنگ و کاخ معرفت شهر وحدت از روی 5 نامیناسیون برآمد نمودند. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته در سفر باز آمدم، باز در نزدت به پرواز آمدم. هر کجا که خواب کردم خیستم، هر کجا که بود جای زیستم. این دل من منزل یاد تو بود، یاد روی حسن آباد تو بود. در روز اولی برگزاری ازمون اشتراکچیان از شهر و ناحیه‌های فیض‌آباد، روغون، نورآباد و وحدت برآمد نمودند. مطربه مبارکشاه اشتراکچی از ناحیه فیض‌آباد میباشد. او در نامیناسیون ادبیات معاصر برآمد نمود. مطربه به ازمون با تیاری جدی آمده بود و داوران نیز به دانش او بهای بلند دادند. خوابی اگر بیدار شو من آمدم، من آمدم. مستی اگر هوشیار شو من آمدم، من آمدم. از جمع تنها رو زده، از بزم تنها رو زده، تنهای خود را یار شو من آمدم، من آمدم. جان و دلم افسرده بود، خود کشتنم بیهوده بود. دل مرده را دلدار شو من آمدم، من آمدم. از پیر برنا آمدم، از زیش زیبا آمدم. گلیار شو گلکار شو من آمدم، من آمدم. دیگر مرا سرسان مجو، از برف و از باران مجو. سبز و بهارآسا شو من آمدم، من آمدم. بر قصد ظلمت فرکشا، تا 7 گردون پرکشا. من نورم و تو نار شو من آمدم، من آمدم. در عاشقی ای جان جان، با 100 نهان و 100 عیان. یک بار گل رخسار شو من آمدم، من آمدم. دوستان عرض امیدم بر نگار من برید، رحمت بر خاطر امیدوار من برید. زندیار و شهر تنگم شهریار من کجاست؟ لطف آرید و مرا بر شهریار من برید. یا به من از خاک پایش سرموار آورید، یا مرا در ره گذار شهسوار من برید. یکی تو قهری منو، یکی تو با من آشتی. مرا یکی تو زنده کردی و تو کشتی. یکی به بوسه در لبم 1000 لاله کشتی. یکی مرا تو از بهشت عشق خود بهشتی. نه از تو هم شکایت و نه از تو هم هیچ خشم، که من محبت تو را چشیدم به آب چشم. قسم به هر دو دیدم که غیر تو ندیدم. شب سیاه و موی من سفید شد برای تو. ادا شدم به هر شب چو ماه در هوای تو. از شهر روغون در این ازمون همگی 26 نفر از روی 5 نامیناسیون برآمد نمودند. شماره بیشتر اشتراکچیان در نامیناسیون کودکانه اند. در این نامیناسیون 9 نفر اشتراک نموده دانش خود را پیشکش حکمان نمودند. بود نبود یک روح بود و چنون بود تقدیر بود که هر روز شکر میکرد. او آهسته خیر پیر شد. وقتی که پیر شد دیگر به هیچ پرنده ها دست رسیدن نمیتوانست و یک روز رفته ایستاده بود که مرغی رو دید. مرغ گفت ای روباه، حاضر هم پیر شده ای ولی باز میخواهی مرا شکر کنی؟ روباه میگوید من توبه کردم، دیگر یگان حیوان را دست نمیرسم. من چون یک باغ دارم پر میوه است، من از آن دیگر استفاده میبرم.
اگر تو هم خواهی بیا با من برو. مرغ آبی دهانش میریزد و میگوید خیر مایلش روباه جان ما رو هم به همونجا بر. روباه او رو با همراه خودش میبرد. آنها رفته ایستاده بودند که در راه مرغ را دید. مرغ گفت ای روباه باز تو مرغ رو فریب داده ایستاده ای؟ مرغ گفت نه خروس این طور نگو وای قسم خورده است. در جنبست افسانه چی میشد خانم؟ در جنبست تشریح میشد که موسیچه رو هم فیره میدهد. موسیچه به نزد سگ میرود اون سو میشند و سگ به نزد همون غور میآید. سگ رو روباه رو لختوکوب میکند و با من اینجایش معقول شد که روباه از در حقیقتا قسم خورد که دیگر به یگان حیوان ها دست نمیرسد. ای مانده قدم برای مکتب اولیست مقام و جوهی مکتب. مکتب سببی حیات باشد، مکتب سببی نجات باشد. مکتب به تو شهد و نوش بخشد، مکتب به تو شهد و نوش بخشد. مکتب برخیز و گذار خوابی خود را، برگیر به کف کتاب خود را. رو از همه پیشتر به مکتب، شوق است تو را اگر به مکتب. سعی بنما و علم و آداب، بهتر زی شریک خویش دریاب. تشکر بر تو بادا استادم، من از غم خوریت بسیار شادم. تو را یک عمر خواهم کرد تعظیم، که بر من داده ای با صدق تعلیم. زی تو آموختم درسی شجاعت، زی تو آموختم عزم و رفاقت. زی تو آموختم من راستگویی، زی تو آموختم من راستکاری. زی تو آموختم من استواری. به نامی تو بود این مهرنامه، کند چون عمر تو دریا ادامه. در روز اول آزمون از روی نامیناسیا موثر زیاده 30 نفر اشتراکچیان برآمد نمودند و هر یک کوشش می‌نمودند به دور نوبتی راه خط گیرند. موج را آیا به صحرا دیده، شرفه آن را مگر بشنیده. دیده اقیانوسی به آب را، موج‌های خشک نیلی تاب را. من چنین بحری عجیب را دیدم، در سری هر موج دل ورزیدم. بود این بحری کبودی بی کنار، در کنار اوکراین نامدار. موج قوزم موج گندم بود آن، رزق مردم نان مردم بود آن. میشناسم بوی آن، بوی شیرین، بوی دیرین، بوی نان. نگیریم چشم از دنیای مادر، خیالم بند تشویش های مادر. تو گویی هستی از سیماب دارد، که باشد بیقرار افزای مادر. به فرهنگم به آبی زر نوشتم، بهشتی طفلگان معنای مادر. دلم را می کشد در سینه هر دم، کمان گشته قدی بالای مادر. به عالم آدمی دلسوز کم نیست، کسی اما نگیرید جای مادر. تا تو به دادم میرسی آهم به کیوان میرسد، تا تو به قدرم میرسی عمرم به پایان میرسد. تا یاری راهم میشوی از راه بیرون میشوم، تا مشکل آسان میکنی صد مرگی آسان میرسد. تا یاد می آریزی من به یاد می افتم زی درد، تا تیغ و ابرو میکشی تیغی طبیبان میرسد. تا عهد و پیمان میکنی پیمان امپور میشود، تا وعده گل میدهی فصلی زمستان میرسد.